سلام، من پویان الکترونیک هستم و اومدم با یه ویدیو جذاب دیگه. این اولین ویدیو من هست که با یه ماژور رله شروع کردم. سریع میرم معرفیش کنم. این پایه وسط برق ورودی ما هستش. در واقع این رله مثل یک کلید عمل میکنه و بالا 220 و بهش وصل واسه این سه تا پین. این برق ورودی مونه و وقتی که رله روشن این دوتا به هم وصل میشه این یک کلید و وقتی خاموشه این دوتا. خب حالا ما اینجا سه تا پین داریم که از سمت چپ وقتی میگیم این مثبت هستش و پایه وسطی منفی و پایه آخری هم این ما هستش که وقتی ولتاژ بالا 3 ولت بهش میدیم رله روشن میشه. یادتون نره زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید، سابسکرایب کنید و نظرتون در مورد این ویدیو بگید و بگید که ویدیو بعدی در موردش چی باشه.